15 سال پیش ورزشگران تاجیک رو یگان کس به نظر نمیگرفت. درود دوستان. میژگانا самадова دختری تاجیک، بوکسچی تاجیک، دیشب در مسکو قهرمان جهان اوید با بوکس رو شکست داد. дарья абрамова از روسیه. ما اگر مقایسه کنیم دستاوردهای همین دو تا بوکسچی رو، دختری تاجیک قهرمان آسیا است، ولی дарья абрамова روسیگی قهرمانی هشکرته قهرمانی روسیه اوید با بوکس، قهرمانی اروپا اوید با بوکس، قهرمانی جهان مابین سربازان اوید با بوکس و قهرمانی جهان اوید با کیک بوکسینگ. برای همین اگر دستاوردهای این دو بوکسچی رو ما مقایسه کنیم، дарья абрамова اینجا است و میژگانا самадова اینجا. ولی دیشب در مسکو در خانه дарья абрамова میژگانا самадова با قرار یکدلانه داوران дарья абрамова رو قهرمان جهان رو شکست داد که این یک افتخاری خیلی بلند است دوستان. ما میبینیم که بوکس تاجیک به چی درجه در چی سطحی بالا حاضر رسیده است که امیدواریم در آینده باز بالاتر می شود و قهرمانان تاجیک در این شرکتی در این سبت ورزشی زیاد می شوند دوستان. و یک خبر خوشی دیگر، اسرار واژک اکبرجانوف دیشب در ازبکستان قهرمانی لیگای نوماد رو در بوکس دستی لوچ با طریق نکاوت شکست داد و قهرمان این لیگا شد که اسرار با تخلص واژک اکبرجانوف از تاجیکستان است و این هم یک دستاوردی خوب می شود که این یک افتخار برای مردم تاجیک است که حاضر ورزش تاجیک خیلی بلند رفته است و ما با افتخار میگیم که ما تاجیک هستیم و اینقدر ورزشگرانی بهترین داریم. دوستان، میژگانا самадова رو در کامنت ها تبریک کنید، دعا کنید که او قهرمان المپیا هم شود و حتما اسرار رو هم تبریک کنید با قهرمان شدنش. او کمربند لیگای نومادی ازبکستان رو به دست آورد و فیلم قزاقستان است این لیگا و قهرمان شد در این لیگا. و در بسیاری چیا می نویسند که میژگانا самадова این دبیوت یکم برآمدش در بوکسی پروفسیونالی حرفه‌ای بود. این خطا است چون که میژگانا самадова در ترکیه سال گذشته یک دخترک ایرانی رو در بوکس حرفه‌ای هم شکست داده بود. این دوم محاربه میژگانا самадова در بوکس حرفه‌ای می باشد و امیدواریم که اون در آینده قهرمان لیگ IBA خواهد شد و ما افتخار میکنیم که ما اینقدر بانوهای قوی داریم در تاجیکستان و آنها دخترک‌های تاجیک هستند و پرچم تاجیکستان رو در دنیا میبردارند. دوستان، میژگانا самадова رو تبریک کنید در کامنتاری ها. اسرار اکبرجانوف رو تبریک کنید برای قهرمان شدن لیگای نوماد و در کانال مشتی تاجیکی حتما ابونه شوید چون که برای من حاضر 150 فالووری دیگر در کار که من همین کانالم رو مانیتیزاسیون کنم. برای همین از شما خواهش میکنم که کدومی که تماشا میکنید حتما در این کانال ابونه شوید و زنگولچه رو زیر کنید که خبرهای خوشی ورزشی تاجیکستان و جهان رو از من شنوید. در پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتان.